تمامی تست‌های بررسی سلامت جنین داوطلبانه هستند. شما که باردار هستید تصمیم میگیرید که آیا مایلید اطلاعاتی در مورد تست بررسی سلامت جنین دریافت کنید یا نه. این شما هستید که انتخاب میکنید آیا مایل به انجام تست بررسی سلامت جنین پیش از تولد هستید یا نه. در صورت انتخاب این گزینه، ارائه دهنده خدمات درمانی شما می تواند گزینه‌های موجود را توضیح داده و شما را در انتخاب مناسب ترین روش یاری دهد. امروزه تست های گوناگونی برای تشخیص سلامت جنین وجود دارند که می توانند در مورد برخی از ناهنجاری های کروموزومی یا نقص های مادرزادی در جنین اطلاعاتی ارائه کنند. تست های مختلفی وجود دارد که ممکن است برای شما مناسب باشد، مانند سونوگرافی، آمینوسنتز، نیپت، کب یا نمونه برداری از جفت. لازم به یادآوری است که اکثر کودکان بدون نقص مادرزادی یا ناهنجاری های کروموزومی متولد می شوند. با این حال در حدود 2 تا 3% از بارداری ها ممکن است با ناهنجاری همراه باشد. در این فیلم مرور کوتاهی می شود بر برخی از تست هایی که می توان در دوران بارداری انجام داد. این اطلاعات می تواند نقطه شروعی برای گفتگو با ارائه دهنده خدمات درمانی شما در مورد تشخیص سلامت جنین و اختلالاتی که مورد بررسی قرار می گیرند باشد. وقتی صحبت از تشخیص سلامت جنین می شود، معمولاً 2 نوع ناهنجاری مطرح می شود: نقایص مادرزادی و ناهنجاری های کروموزومی. نقایص مادرزادی ممکن است در هر بارداری رخ دهند. این مشکلات معمولاً به صورت خود به خودی به وجود می آیند، اما گاهی اوقات عوامل ارثی نیز می توانند نقش داشته باشند. شاید با برخی از نقایص مادرزادی مانند نقص‌های قلبی یا شکاف لب، فک و کام آشنا باشید. این نقایص می تواند بسیار متفاوت باشد، اما خوشبختانه بسیاری از آنها قابل درمان هستند. نمونه ای از نقایص مادرزادی فتق نخاعی است که به معنای وجود یک سوراخ یا نقص در کانال نخاعی یا جمجمه است. مثال دیگر آنانسفالی یا بیمخزایی است که به عدم تشکیل مغز اشاره دارد. در این شرایط ادامه زندگی معمولاً بیش از چند روز ممکن نیست. نوع دیگر ناهنجاری که می شود در دوران بارداری آزمایش کرد ناهنجاری های کروموزومی است. کروموزوم ها ساختارهایی هستند که اطلاعات ژنتیکی ما را در خود جای دادند. اطلاعاتی که رشد و عملکرد بدن ما را کنترل می کنند. ناهنجاری های کروموزومی زمانی رخ می دهند که جنین اطلاعات ژنتیکی بیش از حد یا کمتر از حد معمول داشته باشد. برخی از این ناهنجاری ها ممکن است ارثی باشند، در حالی که برخی دیگر به طور تصادفی اتفاق می افتند. اگرچه با افزایش سن مادر احتمال داشتن فرزندی با ناهنجاری های کروموزومی بیشتر می شود، اما این ناهنجاری ها می توانند در کودکان متولد شده از زنان در هر سنی نیز مشاهده شوند. یکی از شایع ترین ناهنجاری های کروموزومی سندروم داون است که به آن تریزومی 21 نیز گفته می شود. این وضعیت به معنای وجود 3 نسخه از کروموزوم 21 به جای 2 نسخه است. تقریباً همه افراد مبتلا به سندروم داون درجاتی از ناتوانی ذهنی دارند که میزان آن میتواند از خفیف تا شدید متغیر باشد. این سندروم معمولاً با برخی مشکلات خاص سلامتی همراه است که در بیشتر موارد قابل درمان هستند. سایر ناهنجاری‌های کروموزومی که امکان انجام آزمایش برای تشخیص آنها وجود دارد، شامل تریزومی 18 یا سندروم ادوارد و تریزومی 13 یا سندروم پاوتو می باشند. هر دوی این ناهنجاری‌ها با عوارض پزشکی شدیدی همراه هستند
که معمولاً منجر به مرگ در سال اول زندگی می شوند. برخی از آزمایش‌های تشخیص جنین می توانند شرایط خفیفتری را که ناشی از انحراف در تعداد کروموزوم‌های X و Y هستند را شناسایی کنند. این شرایط به عنوان ناهنجاری‌های کروموزوم جنسی شناخته می‌شوند، مانند سندروم ترنر و سندروم کلاینفلتر. کودکان مبتلا به ناهنجاری‌های کروموزوم جنسی معمولاً دچار ناتوانی ذهنی نیستند، اما ممکن است با مشکلات یادگیری مواجه باشند. از آنجایی که این شرایط می توانند بسیار خفیف باشند، برخی افراد ممکن است بدون اینکه هرگز از وجود ناهنجاری کروموزوم جنسی خود مطلع شوند زندگی خود را سپری کنند. به طور خلاصه، آزمایش‌های تشخیصی جنین می توانند طیفی از شرایط مختلف را از موارد خفیف تا اختلالات جدی‌تر شناسایی کنند. همچنین مهم است بدانید که هیچ آزمایش تشخیصی پیش از تولد نمی‌تواند تمامی نقایص مادرزادی یا ناهنجاری‌های کروموزومی را شناسایی یا رد کند. اگر در خانواده شما سابقه شناخته شده‌ای از یک ناهنجاری ژنتیکی خاص، بیماری یا نقص مادرزادی وجود دارد، توصیه می شود این موضوع را با ارائه دهنده مراقبت‌های درمانی خود در میان بگذارید. اطلاعات بیشتر را می توانید در وبسایت سنیفز، 1177 Vård Guiden و وبسایت اداره کل خدمات تامین اجتماعی یا سوسیالستیرلسن بیابید. برای آشنایی بیشتر با گزینه‌های مختلف تشخیص پیش از تولد و کمک به تصمیم گیری درباره مناسب بودن این آزمایش‌ها برای شما، لطفاً سایر فیلم‌های این مجموعه را مشاهده کنید.